خب بچه ببینید چی واسهتون حاضر کردم. نگاه کن 230 39. آفرین بچه ها. بیان که یه سری راهکار دارم، یه سری ابزار ما نیاز داریم. ابزارا رو ببین، گاز فلفل آخریشه دیگه، این آخرین مورد، ولی قبلش هزاران مورد ما داریم. میخ داریم، خب یه سری وسایل داریم. این بزرگترش هم هست. همین ببین، این تو دستت باشه میری تو خیابون خیلی به کار میاد این روزا. یعنی دست خالی اصلا به بیرون نمیریم. یه انبرده است، یه قیچی، حتی فهمیدید؟ ابزار کار آقا اصلا قانونیه. ابزار کار قیچی دستم گرفتم، میخوام برم باغبونی کنم. انبرده است، قانونیه. شما میتونید انبرده است با خودتون حمل بکنید. انبرده است رو حمل بکنید. حالا چیکار بکنیم که بهتر عمل کنیم؟ یک، ابزار داشته باشیم. فهمیدیم؟ تناب داشته باشید. 76% پادشاهیه داشتم. تو این 440 نفرم 75%شون میگن پادشاهی بشه، پس پادشاهی میشه. واسه اون 25% اصلا جای نگرانی نیست، اصلا جای تأسف نیست. سعی کنید 2 نفر 3 نفر تنها نرید بیرون. باید به رفیقت زنگ بزن. بعد بهترین راهکار میدونید چیه؟ باید چی کار بکنی؟ مخصوصا اون شهرهایی که هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده. آقا برنامه‌ریزی یک آتش سوزی. ببین مثلا من الان یه برنامه‌ریزی میکنم. خب نگاه کن. الان من برنامه‌ریزی یا آتش سوزی واسهتون میکنم با این. خیلی ساده. میگیری زیرش. تمام. آتش سوزی نیاز داریم تا بهتره که میفهمید دیگه. از این راحت‌تر نمیتونم بگم. انقلابیش کنید بره. میخ. انبردست بذار جیبت، برو بیرون. میفهمی با انبردست باید چی کار بکنی. یه قیچی باغبونی، یه چکش. خارشو گاهیدم. چکش بهترینه. یه چکش بذار تو آستینت، اینم تو مشتت. تا زمستونم هست، دستاتو میتونی بکنی تو جیبت. بذار علنا بهت نشون بدم. علنگ چکشو میکنی تو آستینت، زمستونم هست. این میاد تو مشتت. دست چپی دست چپ، راستی دست راست، فرق نمیکنه. این میاد تو مشتت، میره تو جیبت. زمستونم هست. یه جا لازم باشه فقط کافیه که این بیاد پایین. همین ننه میگاد. یه خورده آروم باش پدرام، آروم باش. بذارید یه چند بار به سمت چپ بچرخم. امروز 100 بار چرخیدم. بذارید یه خورده به سمت چپ بچرخم. روانم یه خورده درست بیاد سر جاش. آرامش. خواب. یه دور دیگه. آها، هر جا خودش وایساد. رو به این ور وایساد. پس همین حالت این دراز میکشم. نه شوخی کردم بچه‌ها. ببین خیلی خوشحالم، خیلی هیجان دارم. دارم میترکم از صبح. بعد از صبح تا حالا خارم بچه‌ها گاییده شده و هی اطلاع رسانی میکنم. کاریو بکن که هیچ وقت نمی‌کردی. اگر همیشه مهربون بودی یه خورده نامهربون شو. اگر همیشه کونگشاد بودی یه خورده تنگ کن. اگر همیشه ترسو بودی یه بار شجاع باش. اگر همیشه گفتی به کیرم یه بار ببین از اینجا بیا تو عمل. این ویدیو آخرین ویدیویی باشه که میبینی تو مجازی. ویدیو دارم بذار نشون بدم، نگی کس میگی تویی که بعدم میبینی، چون این لایو بعدن هم میبینن دیگه. نگاه کن. 73% گفتم پادشاهی. ببین من دارم کامنت میخونم. یوتیوب ببین بچه شما کامنت بذارید من نشون بدم حداقل. من که نمیتونم شما بگید مردم باید چی کار بکنن. بیا یه خورده نظر خود مخاطبین نگی اونور گود نشستی میگی لنگش کن. نه آقا، اینو دارن مردم میگن. ببین یه چند تا کامنت بچه‌ها.
سعی کنید جمله ها کوتاه باشه. بگید باید چیکار کنیم تو این شرایط. چیکار کنیم به نظرتون بهتره؟ بگید کدوم شهر را دوست دارید بریزید بیرون. برو ببینم چی رو انتخاب میکنی. این رأیگیری توی یک کانال جمهوری خواه داره اتفاق میفته. این رأیگیری توی یک کانال جمهوری خواه داره اتفاق میفته. همه مردم ببینن. شما میتونید این لایو رو بفرستید، این تیکش رو میتونید ببرید نشون بدید که آقا الان 690 نفر از سرتاسر ایران هستن. بچه‌ها شهراتون رو بنویسید، شهرها رو بنویسید لطفاً که ببینن از چه شهرهایی هستیم تا اینکه نتیجه رو بهشون. 72%. و همه جا دیگه تو مجازی دیگه هشتگ رضا پهلوی و انگلیسی فلان اینا خارشو بگایم زیر کامنت، زیر پستای نتانیاهو و ترامپ و این دوتا تصمیم گیرنده خاورمیانه‌ان. اسرائیل قدرت خاورمیانه است. قطر رو زد، فلان رو زد، لبنان رو زد، قشنگ گردن کلوف شده واسه منطقه. و این با مردم ایران، یهود با مردم ایران خوبه و مطمئن باشه یهود میخواد از خودش یه خاطره خوش بذاره. ببین ایران و ما چقدر سیاه و کبود بود، ما تغییرش دادیم به اینجا رسوندیمش انقدر خوب شد. مثلا 5 سال دیگه به مردم کل دنیا بگم ببین ما کمک کردیم مردم ایران آزاد شد، ایران به اون افتضاحی بود الان انقدر خوب شده که همه دارن میرن اونجا مسافرت و توریست و کشور احیا شده. و قبلا هم بهتون گفتم امریکا هر جا رو گرفته آبادانی داشته. توی منطقه نگاه بکن، اربیل رو نگاه کن ببین چقدر آباد شده دست امریکاست. بین کره شمالی و کره جنوبی، کره شمالی افتاد دست شوروی و رفت سمت چین و شوروی و کمونیست، به اون فلاکت افتاد. کره جنوبی رفت سمت امریکا، ببین چی شد. شبتون بخیر. فردا دوباره لایو میشیم. آخر شب میام توضیحات میدم باید چی کار بکنیم. برای فردا یه سری چیزای بهتر آماده میکنم. دیگه ابزار نیست، یه سری راهکارهای بهتر. آخر سرم بدونید که چکش بهترین چیزه. از چکش استفاده کنید. دمتون گرم. خدا نگهدار.